تفاوت بین استرس، اضطراب و نگرانی چیه و دونستن این تفاوت چه اهمیتی داره؟ اکثر مردم راجع به استرس، اضطراب و نگرانی خودشون با هم دیگه حرف میزنن. براشون هم اهمیتی نداره که این رو دقیقاً در کجا و چه جوری اون استفاده میکنن. حتی اون رو جابجا استفاده میکنن، مثل اینکه مثلا میگن وای من فردا امتحان دارم و به خاطر همین استرس خیلی زیادی رو دارم تحمل میکنم، یا به خاطر تئاتری که پس فردا دارم یا گذروندم نگرانم و به خاطر همین معده درد دارم. این زیاد در تعاملات روزمره مشکلی ایجاد نمیکنه، به خاطر اینکه مردم در حالت عادی و طبیعی خودشون با بقیه تعامل میکنن و مفهوم خودشون رو به اونا میرسونن. اما این در از نظر علمی سه مفهوم متفاوت رو به ما نشون میده که مشکل زاید. حالا تفاوت نذاشتن بین جنبه‌های مختلف اضطراب منجر به یک سری اتفاقات میشه. یکی از اون اتفاقات اینه که ما احساسات خودمون رو نمیتونیم دقیقاً تشخیص بدیم و این مشکل منجر به این میشه که ما نتونیم در رفع اثرات اون اضطراب و احساساتی هم که در مقابل اون به وجود میاد گام برداریم. در ادامه میگم که چه اثرات فیزیکی، شیمیایی و اجتماعی روی روان ما، روی جسم ما و در وجهه اجتماعی ما داره. پس این سه تا گزینه، این سه مفهوم، سه معنی متفاوت دارن که در ادامه هر کدومش رو به اختصار توضیح میدم. اضطراب دو وجه متفاوت داره، یکی نگرانی، یکی استرس، که در مورد این دوتا حالا به صورت متفاوت توضیح میدم. اما بخش اولی که میخوام در موردش صحبت کنم نگرانی بخش فکری یا فکر کردن اضطرابه که در قسمت لوب پیشانی ما اتفاق میفته که حالا اگر عکسی درست پیدا کنم اون رو میذارم. این بخش فکر میکنه، برنامه‌ریزی میکنه، تحلیل میکنه و از کلمات استفاده میکنه. مثالی که براتون میزنم اینه که مثلا یه نفر داره یه جا برای یک نفر کار میکنه و واکنشی که صاحب کارش قرار به اون بده رو در آینده بده نگرانش میکنه، یا اینکه من مثلا امروز اومدم اینجا و نگران اینم که این ویدئویی که قرار ضبط بکنم و اولین ویدئوی من هم هست آیا خوب از آب در میاد یا نه، واکنش شما چه جوریه. این قسمت فکر کردن ما به مرور زمان در طی زمانی که از اولین انسان‌هایی که روی کره زمین بودن تا به الان تغییرات خیلی زیادی کرده. دلیلش هم این بوده که ما آدم‌ها در مقابل مشکلات قرار می‌گرفتیم و این مشکلات رو باید حل می‌کردیم و اون قسمت از مغز ما فکر می‌کرده که این مشکلات رو به مرور زمان چجوری حل بکنه. فکر می‌کرده و این قسمت از مغز ما به مرور زمان قوی‌تر و قوی‌تر شده. اما اگر در طی طولانی مدت ما بخوایم این فکر کردن خیلی زیاد رو به صورت شرطی که هی فکر میکنیم و اون رو نمیتونیم تجزیه تحلیل بکنیم و هی پشت سر موضوعات کوچیک تیکه به تیکه اون رو بررسی بکنیم، به یک سری مشکلات برمیخوریم که منجر به اختلالات مختلفی میشن که خیلی هم شایعن، مثل افسردگی، مثل اضطراب‌های مزمن که توی جوامع ما بسیار دیده میشه. بخش دیگه اضطراب استرسه که واکنش فیزیولوژیکی بدن ماست نسبت به یک اتفاق بیرونی، یک ترس بیرونی که در درون ما اتفاق میفته. یعنی یک اتفاق بیرون قرار ما رو تهدید بکنه و بدن ما نسبت به اون واکنششون میده. این واکنش ها به صورت غریزی در طی سالیان سال باز در درون ما به وجود اومدن و در درون ما تثبیت شدن که از خزندگان به انسان رسیدن. این در واقع وقتی ما یه همچین چیز رو تجربه میکنیم، یک استرسی رو تجربه میکنیم، بدن ما واکنش های نشون میده. یکی از اون واکنش ها اینه که در مقابل، مثلا اگه بخوام یه مثال بزنم، یک امتحانی، مسلسل امتحانی، نمیتونیم امتحان رو خوب بنویسیم یا اینکه سوالا رو میبینیم با ترس رو برو میشیم و یهو بدن ما شروع میکنه به عرق کردن. اون واکنش غریزی بدن ماه که میخواد ما رو خونسرد بکنه، در واقع در مقابل مشکل ما رو یه میزانی درجه فشاری که داره به اون وارد میشه رو پایین بیاره. یا زمانی که در مقابل یک آدمی قرار میگیریم که خیلی از ما قوی‌تره یا یک حیوانی که ما حمله میکنه، آدرنالین در بدن ما ترشح میشه، ضربان قلب میره بالا و مقابله میخوایم بکنیم با اون حیوان یا با اون انسان، یا فرار میکنیم یا اون انسان یا اون حیوان حمله میکنیم و برای بدن خودمون و بقای خودمون تلاش میکنیم. این واکنشیه که بدن ما به طور غریزی نشون میده. اما اگه این به طور ممتد در بدن ما اتفاق بیفته، یهو ما میبینیم که پر از استرس های ناهمگونی هستیم که خودمون هم خواسته یا ناخواسته اون رو در بدن خودمون نمیخوایم تشکیل بشه.
حالا چه اتفاقی میفته اگر اینها پشت سر هم وجود داشته باشه؟ بیماری‌های مختلفی ما رو تهدید میکنه، مثل فشار خون بالا، مثل بیماری‌های قلبی و استرس‌های مزمن. یکی از حالا اون چیزایی که حالا هست که خیلی کمتره، مثل آلوپسی‌ها که ریزش سکه‌ای و قسمت‌های مختلف موئه که میریزه. اضطراب نقطه تلاقی این دو تاست. در واقع نگرانی و استرس هر دو با هم تلفیق میشن و در واقع اضطراب رخ میده. ما نگران یک اتفاق در آینده ایم و در موردش فکر میکنیم، همزمان استرس اون چیزهایی که در مقابل اون برای ما به وجود میاد در بدن ما ترشح میشه و در واقع ما یک نگرانی داریم که در آینده است، اما شاید وجود نداشته باشه. شاید به اون دقیقاً اون چیزی که روبرون هست اون چیزی نباشه که در واقع وجود داره، اما به خاطر بخش نگرانی و بخش استرسی که با هم تلفیق شدن ما یه همچین چیز رو تجربه میکنیم. اضطراب به ما در واقع کمک میکنه که ما زندگی بهتری داشته باشیم برای اتفاقهای آینده. اما اگر این مثل همون نگرانی، مثل استرس، زمانی که در بدن ما بسیار زیاد این وجود داشته باشه و ما بخوایم در مورد این زیاد فکر بکنیم یا در واقع در بدن ما این واکنش ها به وجود بیاد، ما با این روبرو میشیم که بیماری های مختلف یا نگرانی ها یا فشارهای مختلف رو هم تجربه میکنیم. حالا اگه بخوایم این اضطراب خودمون رو در طی زمانی که حالا باهاش روبرو هستیم مدیریت بکنیم و اون رو به سمتی ببریم که احساس بهتری داشته باشیم، باید به دو بخش مختلف اضطراب که در موردش صحبت کردم، نگرانی و استرس، توجه بکنیم و در مورد اینا آگاهی کسب بکنیم. بخش اول که تفکرات ماست و اون نگرانیه رو باید با مهارت شناختی بتونیم کنترل بکنیم و در طی زمان که اون رو یاد میگیریم بتونیم تفکرات مثبت‌تر و فارغ از قضاوت‌های اضافی رو در ذهن خودمون داشته باشیم. بخش دوم که مربوط به استرس رو با مداخلاتی که پیش روانکاو و درمانگر میتونیم داشته باشیم، میتونیم در طی زمان اون رو هم کمتر و کمتر بکنیم و به سمتی ببریم که در زمانهایی که باید وجود داشته باشه از اون استفاده بکنیم. در ویدیوهای بعدی من میخوام راجع به بخش مختلف اضطراب باهاتون صحبت بکنم، بالا پایین بکنم و در مورد این اصل اضطراب که آقا چه اتفاقی میفته که در زندگی ما اون اختلال‌های مخالف رو ایجاد میکنه و ما دیگه نمیتونیم زندگی عادی خودمون رو داشته باشیم صحبت بکنم. اما میخوام بگم که اضطراب چیز خوبی برای ما انسان هاست که میتونه به ما کمک بکنه که در مقابل اتفاقات مختلف واکنش های خوب و سریعتر نشون بدیم. اما اگر این اضطراب مزمن بشه و در طول زمان هی بیشتر و بیشتر بشه، منجر به این میشه که ما زندگی خوبی رو نداشته باشیم و کلا درگیر این اضطراب میشیم، به جای اینکه از اون استفاده بکنیم برای اینکه راه حل های بهتری رو توی زندگیمون داشته باشیم. مرسی از اینکه ویدیومو دیدین. اگر خوشتون اومد یا میخواین ویدیوهای بعدی رو ببینین، فالو کنید، فالو که نه در واقع سابسکرایب کنید، لایک کنید و مرسی که از اینکه ویدیو رو دیدید. خوبه؟